من عبد یصوم یوما من رمضان، نیست یک بنده که یک روزه میگیره در روزهای رمضان، هر روز الله جل جلاله الا زوج زوجة من حور العین، مگر الله پاک یک حور را برازی به ازدواج و به نکاح. 30 روز را مکمل گرفتی، 30 زن برای پروردگار نکاحش بسته میکنه. این خصوصیت امت محمدی علیه الصلاة والسلام، او باز برای امتش این خصوصیت است. در دنیا ما شما علما را میبریم نکاح ما را بسته میکند، او از حور العین را آن نفر که روزه میگیره الله نکاحش بسته میکند. سبحان الله، کلتان به شوق سبحان الله بگوید. نه بیخی روزه است، صحیح صدا کنیم سبحان الله. این انعام را الله جل جلاله به امت محمدی علیه الصلاة والسلام داد. باز رسول الله مبارک بیان میکنه که این چه رقم از این حور العین در کجا می باشد. پیغمبر خدا می فرماید این حور العین در یک خیمه ملواری در جنت است. خیمه ها که از ملواری های جنت جور شده، او تو این نیست یک ملواری خورترک، بسیار عظمت عظیم داره. کما نعت الله عز وجل حور مقصورات فی الخیام، پروردگار فرمود ای تو حور می باشه چشمایش کلان کلان سفید سفید، مقصورات بند است، فی الخیام در خیمه هایی که در جنت است، از ملواری های جنت جور شده در اونجا بندی است. نه انس دست زده میتانه، نه جن، نه انسان برایش رسیدگی میتانه، نه جنیات. انتخابش خالص برای شوهرش است که آن شوهر را پروردگار برایش انتخاب کرده. در دنیا غزناست، دستش پیش یکیست، پایش پیش دیگه است. بعضی بیبیاست، بعضی که فحشا را به مردم تیپ میکنه. خداوند اهل ما شما را از تو حال نگاه کنه. الله میگوید مقصورات فی الخیام. پیغمبر خدا فرمود که به هر زن حور العین در جنت 70 جور کالا در بدنش است، 70 جوره، او هر جوره رنگش از دیگرش جداست، یک رنگ نیست، هر کدامش از رنگ دیگر کده جداست. اینقدر خوشنمایی و زیبایی داره. پیغمبر خدا می فرماید اگر توف خود را در بحر دنیا پرتد، کل بحرها شیرین می شود که چه رقم تو شربت می خوری. اینقدر حسن و زیبایی داره، اینقدر دم لعابش الله شیرینی را انداخته، سکر را انداخته. رسول الله مبارک می فرماید حور العین اگر آب می خورد در گلونش معلوم می شود. اگر هر وقت تو طرف بدنش سیل می کنی، امی شوهرش مغز پایش معلوم می شود. این فضیلت امت محمدی محمد صلی الله علیه و سلم است. رسول الله مبارک می فرماید 70 جور کالاست، هر کالا رنگش از دیگر رنگ جدا است. باز پیغمبر خدا می فرماید بامی حور العین که برای این خانم امی حور انتخاب شوهر شد، باز برای این قسم قسم خوشبویی است. در دنیا خمیری به 1500 یگان خوشبویی رو بگیری، باز میزنی که این اعلی خوشبویی رو استعمال میکنه، یا بری به 2000 بگیری برای تعود اینی خوشبویی رو استعمال میکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید تعطی 70 لونا من الطیب، برای ازی جنتی و حور 70 رنگ 70 قسم خوشبویی داده میشود که هر لحظه جدا خوشبویی محسوس کنی، به هر آن جدا خوشبویی محسوس کنی. این کیست؟ این برکت روزه است. این چیست؟ به امت محمدی صلی الله علیه و سلم الله جل جلاله این برکت را انتخاب کرده. این چی است؟ این از برکت روزه مبارک رمضان که تو گرفتی، وقتی که صبح صادق بلند میشه تا وقت غروب را قربانی میدهی، الله برای تو از اینکه زیاد قربانی میده. الله برای تو انتخابهای بسیار زیاد اشیاء کرده.
خب با خبر باش که خیانت نکنی در روزید، غیبت نکنی، فحش نگویی، دو نزنی.